السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم استاد السلام. سوال است. در گوشتینگ جدا ورزشکارا کمی رکوع میکنن، این شرک میشه؟ نادرست است. اگرچه شرک نشودم یا شودم این کارو نکنید ها. یعنی اون حکمی بغیر ما انزل الله هست. یعنی شما میتونید، من باوری دارم که اگر شما اینو نکنید شما از جدا برآورده به قول خواجنده ها قولا نمیکرده باشند، سر نمیکرده باشند یا سر میکنند. بله، آگاهی میدهد. خب بینید آگاهی مثلا اكو ممکن نیست که آدم به نزد من آقا ده آشخانی یک آشخانی یپونی در آمدیم دیروز، یعنی چیزای حلال داشت، چیزای بحری، ماهی و امخلا. وقتی در آمدن یه بار رکوع میکنه، وقتی بر آمدن یه بار رکوع میکنه. گفتم نکن آخی، ما یک نفخواد برای یک کلینت که آمده در آمده طعامت خورده یک سجده، اونجا رایج است همین چیز. در نزد آدم مثل ما هست و چی کی شده است که ما در وای سرخم کنیم. بنابراین قاعده های نادرست است، قانون های غیر نزول الله، یعنی این چیزا رو پیروی کرده نمیشه. برادر نکنید. سری بلند استدم خیر. بله جزاک الله خیر استاد.